آیا تا به حال فکر کرده اید که گرونترین هتل های دنیا بابت هر شب اقامت چقدر پول میگیرن؟ با سلام به همراهان عزیز کانال، در این ویدیو 10 تا از گرونترین هتل های دنیا را بررسی میکنیم. اما پیش از معرفی این هتل ها لطفا برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و اگر علاقه‌مند به چنین ویدیوهایی هستید کانال رو سابسکرایب داشته باشید. شماره 10 سویت سلطنتی برج العرب. این هتل که یکی از هتل های معروف دنیا هم است در دبی واقع شده و اقامت در آن شبی حداقل $28000 براتون آب میخوره. این هتل جزو بلندترین هتل های دنیا در رده هفتم قرار داره و همچنین اولین هتل 7 ستاره دنیا هم هست. برج العرب روی یک جزیره مصنوعی شبیه به دم قایق ساخته شده و توسط یک پل خصوصی به زمین‌های اصلی وصل میشه. از امکاناتی دیگه این هتل میشه به رستوران زیر دریا، باند فرود هلیکوپتر، سویت 780 متری دو طبقه که سرتاسر هم با اطلاع 22 ارض تزیین شده و فضای ناهارخوری خصوصی و پیشخدمت شخصی اشاره کرد. همه اینها باعث شده هزینه بالای اقامت در این هتل منطقی به نظر برسه و یکی از گزینه‌های گردشگران باشه. شماره 9 سویت رویال هتل پلازا. این هتل لوکس در نیویورک قرار گرفته و با فقط $30000 میتونید یه شب خوب و یادموندنی رو در اونجا تجربه کنید. همراه سویت شما یک آسانسور شخصی هم دارید که بعدش وارد یک اتاق بسیار لوکس با طراحی عالی و مدرن همراه امکانات رفاهی فوق العاده میشین. این سویت دارای 3 اتاق خواب، 3 حمام، یک سالن استراحت، یک اتاق غذاخوری مجزا با ظرفیت 12 نفر و خیلی امکانات دیگر هم هست که فضای راحتی را برای میهمانان به وجود آورده است. شماره 8 ویلای هیوتا. این هتل در یک جزیره خوش آب و هوا و دیدنی به نام لوکالا در فیجی قرار داره و هر شب اقامت در آن $45000 براتون آب میخوره و مخصوص آدم‌های میلیاردره. خود این جزیره هم تحت مالکیت یک میلیاردر معروف به اسم ردبول است. این هتل به صورت یک ویلای 4 هکتاری که به 3 قسمت تقسیم شده که هر کدوم امکانات فوق لاکچری داره که میتونین از مناظر دیدنی جزیره لذت ببرین. ظرفیت این هتل 8 نفر هستش و یک اقامت رویایی و به یادماندنی را برای شما به وجود میاره. شماره 7 سویت موراکا در هتل کنرا. این هتل رویایی در مالدیو قرار داره و با اقامت شبی $50000 یکی از گرانترین هتل های دنیا به حساب میاد. همچنین این هتل به عنوان اولین هتل زیر آب هم شناخته میشه. موراکا 2 طبقه است و طبقه اولش در ارتفاع 5 متر زیر اقیانوس هند واقع شده. شما در مدت اقامتتون سرآشپز خصوصی، بار، سالن ورزشی، پیشخدمت و استخر خواهید داشت، ولی حواستون باشه برای رزرو این هتل پیش شرط اقامت حداقل 4 شب وجود داره. پس اگر واقعا میخواید اونجا برید باید $200,000 خرج کنید. شماره 6 سویت پنتهاوس هتل مارتینز. این هتل در کشور فرانسه واقع شده و با اقامت شبی $53000 یک اقامت لوکس و به یادموندنی رو براتون رقم میزنه. این سویت که در بالاترین طبقه هتل قرار داره یک تراس پانوراما داره که میتونید از آنجا مناظر خیره کننده از دریا رو داشته باشید و کلی لذت ببرید. همچنین یک جکوزی خصوصی در تراس هم خواهید داشت که واقعا حرف نداره. همراه 4 اتاق خواب با تخت‌های کینگ، سالن غذاخوری مجزا و حمام مرمری. همچنین دیوارهای سویت با آثار هنری پیکاسو و مارتیز تزیین شده که یک اقامت رویایی رو براتون فراهم میکنه. شماره 5 پنتهاوس هتل تایوارنر. این هتل در نیویورک قرار داره و به اسم مالکش تایوارنر نامگذاری شده. اقامت در این هتل شبی $60000 براتون آب میخوره. در طبقه 52 این هتل یک سویت 400 متری وجود داره که این سویت منظره پانورامای 360 درجه از کل نیویورک و 4 بالکن شیشه‌ای رو در اختیارتون میذاره که میتونید از ویو بی‌نظیر شهر نیویورک لذت ببرید. همچنین این سویت یک اتاق خواب به همراه حمام سنگی کریستالی و حوض آب گرم، ماساژ خصوصی، مدیر مهمانان و یک رولز رویس به همراه راننده شخصی در اختیارتون میذاره. برای امتحان کردن بد نیست، نه؟ شماره 4 پنتهاوس هتل مارک. در 2 طبقه بالای این هتل یک پنتهاوس به مساحت 1000 متر مربع وجود داره که بزرگترین پنتهاوس توی کل آمریکاست و فقط با پرداخت شبی $75000 میتونید در اون اقامت داشته باشید. این پنتهاوس 5 اتاق خواب مجلل، 6 حمام، 2 حوض آب گرم و یک نشیمن پلانباز رو در اختیارتون میذاره. اگه خانواده پرجمعیتی دارید این پنتهاوس میتونه گزینه خوبی براتون باشه. شماره 3 پنتهاوس پرزیدنت ویلسون. در طبقه 8 این هتل یک پنتهاوس سلطنتی وجود داره که اگه به سوئد سفر کردید میتونید با پرداخت شبیه $80000 اون رو رزرو کنید. این پنتهاوس یک ویو پانوراما از دریاچه ژنو و مونت بلانک داره به همراه 12 اتاق خواب، 12 حمام و جکوزی مشابه به دریاچه‌های زیبا. شما در مدت اقامت در این پنتهاوس دستیار، سرآشپز و یک پیشخدمت خصوصی 24 ساعته هم خواهید داشت. شیشه‌های این هتل ضد گلوله هستند و نگهبانی 24 ساعته داره به همراه سیستم دوربین امنیتی در سراسر مجموعه و یک گاف صندوق محکم برای نگهداری از لوازم ارزشمندتون. همچنین یک میز بیلیارد، یک پیانو ارزشمند و یک سیستم سینما خانگی و آسانسور شخصی هم در دسترس شماست. شماره 2 سویت امپاتی.
این سویت در لاس وگاس واقع شده که با $200,000 دومین هتل گرون جهانه که شامل 2 تا خواب اصلی، میز ماساژ، جکوزی، اتاق استراحت نمک و یک تور خصوصی از امکانات این هتل رویاییه. اینجا مخصوص کسانیه که عاشق هنرن، چون شامل 6 بخش با طراحی دامین هرست و مبلمانی با طراحی اوریجینال این شخص وجود داره. این هنرمند ثروتمندترین و معروفترین هنرمند زنده انگلستانه. اگر به کارهای هنری ایشون علاقه‌مندید و پول اضافی دارید، میتونید این سویت رو رزرو کنید. شماره 1 هتل زیردریایی لاوردیپ. شماره 1 گرونترین هتل دنیا با $250,000 متعلق به یک زیردریای فوق لاکچری هستش. این هتل زیردریایی در سنت لوئیسا واقع شده که یک جزیره کوچیک در دریای کارائیبه. این زیردریایی میتونه در تمام دریای کارائیب پیمایش کنه تا مهموناش یک تجربه متفاوت و بی‌نظیر داشته باشن. شما در مدت اقامت یک اقامتگاه به همراه کاپیتان و سرآشپز شخصی و پیشخدمت خصوصی خواهید داشت. همراه یک قایق ترانسفر تندرو، باند هلیکوپتر و امکان فرود در ساحل به همراه شامپاین‌های فوق‌العاده برای پذیرایی از شما. کاپیتان از دستورات شما برای رفتن به مکان‌هایی که بهش علاقه دارید پیروی میکنه تا شما تجربه اقامت در گرونترین هتل دنیا را هیچ وقت فراموش نکنید. اگه میتونستین در یکی از این هتل‌ها اقامت داشته باشید کدوم یکی رو انتخاب می‌کردید؟ ممنونم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانالمون رو سابسکرایب داشته باشید. تا ویدیو دیگه بدرود.